به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، امروز برنامه مخصوصی که داریم غیر از برنامه نامه ها، برنامه نامه مرا علاهیده نشر کنید شماره 3. عنوان برنامه من چنین است: دیوشتیچ اولاد عبدالله زاده ها با نام پرزیدنت مردم را غارت میکنند، پول جمع کرده منصب میخرند. بله، ردکسیا یا پایگاه اصلاح بیننده گرامی پیوسته نامه های زیادی را از ساکنان ناحیه های گوناگون کشور دریافت می کند که از فساد، پاره‌خوری و فشار و ظلم منصبداران شکایت دارند. این بار نامه از ناحیه دیوشتیچ به ما رسید که ساکنان با اسم و نشان دادن اشخاص مشخص ناله می کنند. ما این متن را به کم و کاست تنها با تحریر و به ترتیب آوردن جمله ها نشر میکنیم و از مقامات رسمی، دادستانی و حکومت دعوت میکنیم که نسبت به این اتهامات پاسخ دهند. اگرچه در مورد این عائله عبداللهیف ها اصلاح تا کنون بیش از 5 مطلب و برنامه تقدیم نموده ایم، ولی حالا هم نهادهای تنابکش با گرفتن پاره لجام این عائله را نگرفتند. خوب چنانه که در نامه می آید با رستم پیوست هستند، اینها با سلیمان سلطان زاده. واقعا خیلی جالب است. رئیسی یعنی کروپسیا. خوب میداند که اصلاح وقت دست به کار شد دیگر توقف را نمیداند. اول پول جمع کنی با نام پرزیدنت. السلام علیکم. داملا محمد اقبال صدردین. ما چند ساکن دهه زرنسار مجبور شدیم به واسطه اصلاح ناله خود را با مردم و جهان برسانیم. در ناحیه دیوشتیچ یک اولاد خانواده عبدالله زاده ها ناحیه را با مالکیت شخصی تبدیل دادند. به داد ما رسید. در ناحیه دیوشتیچ دهه زرنسار رئیس کمیته اداره زمین ناحیه عبدالله زاده نوردین با خواهرش عبدالله زاده تخمینه رئیس جماعت غزنترک و برادرش عبدالله زاده بابور از تمام مردم مبلغ جمع میکند. آنها میگویند این قرار پرزیدنت است و با نام رستم امام علی و حتی خود امام علی رحمان مردم را تهدید میکنند. کریشه ما پرزیدنت و رستم است میگویند. از هر خواجگی 10,000 سامانی طلب می شود. در دهه زرنسار 1600 خواجگی است و گفته شوی تخمینه الیاس بابا جانوف تا امروز قریب 1,000,000 سامانی جمع شده است. نوردین عبدالله زاده می گوید پول را تستر جمع کنید. برای جمع آوری مبلغ در دهه ها آدمان مخصوص تعیین شده اند: جوره و سعادت، بابا جانوف احرار و هادیف رسول خان. مقصد اصلی خریدن کرسی. بله بیننده گرامی، نوردین با همین پول میخواهد تا ماه نوامبر کرسی رئیس ناحیه دیوشتیچ را از اشورعلی جلیل زاده بخرد. او با واسطه رئیس ولایت سوخت رجب بای احمد زاده یعنی قفلان بای نیت دارد با دادن $100,000 به رستم امام علی رئیس ناحیه دیوشتیچ تعیین شود. اگرچه حالا هم ناحیه در دست این عائله است، باز هم میخواهند قانونی از این عائله باشد. اسفالتی قلبکی. مبلغ با بهانه اسفالت جمع می شود، اما راه ها با شغل و خاکپاره های ارزانی دزدیده از کارخانه های برادرش بابور عبداللهیف پر کرده می شوند. رویش را همگی 5 سانتی متر اسفالت می پوشانند. تمام. به قول مردم این اسفالت تنها روی پوش است تا چهره آنها سیاه نشود، اما مردم فریب می خورد. تهدیدها با مردم. اگر کسی پول ندهد نوردین عبدالله زاده تهدید می کند. زمینی نزد حولگی یا خانه استقامتی از 6 ساتیق کلان را میگیرد، آن را با زمین ذخیروی میگذراند و میفروشد. به پروکراتور داده پرونده جنایی باز میکند. همه مقامات ناحیه، پروکراتور، میلیسا و امنیت بازیچه های دستی اویند. دارایی و بیزنسی شخصی. عبدالله زاده نوردین خانه 4 آشیانه در زرنسار و یک خانه در غزنترک دارد. 5 کوارتیر در خوجند، 6 کوارتیر در دوشنبه، 2 کوارتیر در بختر. خانه ها را به خاطر آشکار نشدنش خانه ها را به نام زن دویمش زرینه که کارمند نتریوس دیوشتیچ است گذرانده است. ماشین های گران ارزش از جمله تویوتا لند کروزر با نرخ 950,000 سامانی. البته باز 4 ماشین دیگر هم داشت است که با نرخ های گوناگونی 350-400,000 سامانی. 4 فرمه با زیاده از 10,000 گاو و مال و 6,000 گوسفند. 4 کارخانه شغل و خاک فروشی. آب انباری دهنسای را با $120,000 خریداری کرده است.
با گفته استادش محمود بابایف، دختری محمود بابایف موزونه بابایف و دویم زنی بابور عبدالله‌زاده است. با طریق رئیس ولایت سوخت رجب بای احمدزاده یعنی جناب قافلانبای بر رستم امامعلی داده آن را خریداری نموده است. دچه و خانه ها در زرنیسار، 8 کوارتیر در خوجند، 10 کوارتیر در دوشنبه، 2 فرمای بزرگ با 5000 سر چاروای کلان و 4000 سر گوسفند. زیاده از 2000 گکتر زمین آبی خواجگی دهقانی دارد. البته این آمارهای است که ما توانستیم دسترس نماییم. دارایی های زیادی دیگر هم دارد که ما نمیدانیم. عبدالله‌زاده تخمینه هنگام تشریف پرزیدنت به دیوشتیچ از مردم 300,000 سامانی جمع کرد. از این مبلغ 200,000 سامانی را به پسرش عبدالله‌زاده اسلام ماشین خریده داد و 100,000 سامانی را برای رئیس ناحیه اشورعلی جلیل‌زاده سپرد. او با رئیس ناحیه مناسبت تنگ و تنگ هم دارد و روزهای استراحت به خوجند برده می شود. فاجعه های اخلاقی و ناموسی مردم از سبب ظلم و فقر در مکتب شماره 13 زرنیسار سال گذشته 9 دختر 16 ساله حامله دار شدند. نورالدین عبدالله‌زاده به شفیارش که نامش ایگم است فرمان میداده است که دختران نابالغ را فریب دهید و برایش آنها را بیارند. با چند دختر نابالغ در غزنترک نیز تجاوز شده است. نورالدین حتی می گفته است اگر دختر زیبای بینید بیارید، ما کریشه داریم. یعنی جناب رستم و سلیمان سلطانزاده کریشه هایش هستند. ساکنان زرنیسار حالت زندگانیشان سخت و ازمین و خشاق‌خونا دارند. البته همه میدانند که ازبک زبان ها هستند و دیگر کسی از آنها حمایت نمی کند. مردهایشان در روسیه مردی کارند و زنهایشان از ناداری در زمین های نورالدین عبدالله‌زاده فیادال کار می کنند. خیلی از دست درازی با ناموس ها در این زمین هایش صورت گرفتند. حتی با ناموس زنهای شوهردار دست درازی کردند که شوهرهایشان در روسیه هستند. این را هم زنهای در زمینش کار میکردگی خوب میدانند و اگر کمیسیای با صلاحیت تشکیل شود و نترسند همه‌شان تصدیق میکنند این عملهای وخیمی عبدالله‌زاده نورالدین را. 2 زن کشته شدند. پیش از کشتار یک دختر 12 ساله و مادرش مورد تجاوز نخست قرار گرفتند و کشته شدند. این همه فکت و دلیل های رد ناشونده هستند، اما مقامات ناحیه دیوشتیچ چون پاره میگیرند چیزی نمیتوانند بگویند. از جمله رئیس ناحیه هم جنابی جلیل‌زاده. دیگر اعضای عائله مفتونه عبدالله‌زاده دیرکتور مکتب شماره 13 زرنیسار از هر خواننده 150 سامانی جمع کرده همگی 255,000 سامانی به جای کریشه آشخانه با مبلغ 220,000 سامانی کوارتیر در خوجند خرید. در مؤسسه تعلیمی 1700 خواننده است. با گفت معاونش اینابت 35,000 سامانی با مسائل ساختمانی آورده با حشر مردم کریشه آشخانه را ساخت و با خیش معلمه کیسه خودش بزده رفت. خوب دیگر الیاس باباجانوف شوی تخمینه با وعده دادن زمین زنان عائله‌دار را فریب داده چند عائله را ویران کرده است. البته یعنی نام‌های زنها هست و ما دیگر نمیتوانیم آنها را بیاریم. شوهرهاشون در روسیه. واقعا خیلی دهشت است. او را با لقب اسنایپر در زرنیسار میشناسند. واقعا خیلی دهشت است. سبحان الله. عبدالله‌زاده همایون با لقب شیطان پسر برادر نورالدین عبدالله‌زاده کارمندی اوگلا و نیراسکی میلیسا در دیوشتیچ کار میکند و این مردم را با پدسته و شکنجه میکند. خیلی پاره‌خور کلان است. با قریبی ماشینی لکسوس را با 400,000 سامانی خریده است که ماشینش را دیده ایستاده است. چند نفر از ساکنان زرنیسار را پدسته کرده است. مثلا ملایف رسول را تهمت کرده است که تو به عروسی من 2 بار زنگ زدی و برای این 1 بار 30,000 سامانیش را گرفته است و بار دیگر 40,000 سامانیش را با تهدید گرفته است که زندانت میکنند. 1 سال پیش در وظیفه اوچسکاوی در جماعت دهاتی کلیناباد بود در ناحیه دیوشتیچ با گرفتن پلیچ نیپورا 100,000 سامانی کارگران کروپسیا دستگیرش می نمایند. چون کریشه عبدالله‌زاده ها سپارتاک یعنی رئیس اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا یعنی آنتی کروپسیا سلطانزاده سلیمان سعید است. توسط او جنش را آزاد و باز به وظیفه نو اوگلاونیکی میلیتسیایی شعبه وزارت کارهای داخلی دیوشتیچ به کار ماند. وزیر داخلی کجا را نگاه میکرده باشد؟ نخواهد جناب سلطانزاده سلیمان دست به چنین جنایت زند. سبحان الله.
تأثیر اجتماعی: از پشت این عملهای عائله عبدالله زاده زیاده از 40 عائله ویران شده است. دهها کودک یتیم مانده اند. بیش از 60 دختری محلی به ناموسشان تجاوز شده است. بسیاری ها پشت پنجره افتادند. چند نفر کشته شدند. اما این عائله ناجنبان و گویا دخل ناپذیری دارند، چون کریششان رستم، قافلانبای و سلیمان سلطان زاده است. خب دیگر واقعا خیلی دهشت است. اکنون ندا و مراجعت: مردم میگویند هر ماه از آنها صدها هزار سامانی جمع میکنند. زمین های حاصل خیز بیش از 10,000 گکتر پره در دست عبدالله زاده هاست. اکثریت مردم 97% از مهاجرت زندگیش را پیش میبرند. مقامات پروکراتور، میلیسا و امنیت هم با آنها هم دستی میکنند. بیچاره ساکنان اینجا 97% زندگیشان را از مهاجرت مییابند. شرایط مردم به نهایت وزمین است. تمام زمین های دهه 10,000 گکتر زمینی للمی و 2,000 گکتر زمین آبی، باغ و دشت و تاکزارهای دهه در دست عائله عبدالله افها می باشد. بیزنسی اساسی نوردین عبدالله زاده در دوشتیج زمین فروشی می باشد. جیانهایش عبدالله زاده نوروز، عبدالله زاده باباخان، قلداشف رمزیدین، قلداشف فریدون همه‌شان در کمیته زمین ناحیه کار میکنند. می توانیم بگویم کمیته زمین در دوشتیج در اداره یک عائله یعنی عبدالله زاده ها قرار دارد. نوردین عبدالله زاده زمین های نزد حولگی را با قیمت 200 و 250 هزار سامانی آشکارا می فروشد. هادی رسول خان دیروز رئیسی محله زرنیسار تعیین گشت. باز یک مصیبت دیگر. مراجعت مردم از دهه زرنیسار ناحیه دوشتیج. این چنین سوالی ردکسیه به مقامات: آیا دادستان ولایت سوخت و دادستان کل جرأت دارند نسبت به این اتهامات و شکایت های مردم سنجش گذرانند؟ آیا رئیس ولایت جناب قافلانبای و رئیس جمهور آماده اند که به عدالتی یک اولاد را که با نام خود آنها مردم را غارت میکنند پیشگیری نمایند؟ بله، ما انتظار آن هستیم که ببینیم چی نتیجه میدهد. این نامه با مسئولیت از جانب اصلاح نشر می شود. ما آماده ایم که اگر مقامات دخلدار پاسخ رسمی ارسال کنند آن را نیز نشر می نماییم. اگر عبدالله زاده ها هم ردیه نویسند و خود را سفید کنند آن را نیز آماده ایم نشر کنیم تا عکسی صدا باشد. ما هرگز ناعدالتی نکردیم و اگر همه این دلیل ها را رد کنند ما آماده نشر آن نیز هستیم. بله بیننده عزیز و گرامی، این بود برنامه امروزی ما که مخصوص از دوشتیج که زیر روبریکا یا برنامه نامه مرا علاهیده نشر کنید شماره 3 نشر شد. اگر شما هم یک نامه مفصل و چنین با فکت و دلیل ها داشته باشید، ببینید چگونه نامه پر از فکت و دلیل است. یعنی واقعا هم حدود چند ماه تحقیق نمودند و بعد از آن ارسال نمودند که دیگر نمی شود آن را داخل برنامه نامه ها از ناحیه ها با میان چقدر نامه های دیگری که میآیند یک جا نشر کنیم. اگر شما میدانید چیزی دقیقاً به این شکل، پس به ما ارسال نمایید تا اینکه ما آن را در برنامه نامه مرا علاهیده نشر کنید نشر نماییم. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.